زن بودن لیاقت می خواهد، این که ناموست، آبرویت، غرورت و شرفت و صبر و خوبیت خدشه‌دار نشود، باید با خودت و در خودت صدها مراتب بجنگی. باید بد باشی تا استفاده نشوی. باید بدی کنی تا دست درازیت نکنند. باید همیشه سرخم باشی تا در رویت نگاه کرده دروغ و تهمتت نزنند. زن بودن سخت است. اگر شانه نباشد باید به خدا تکیه کنی و گاهی خود را باید مردانه وانمود کنی تا کسی احساس نکند که تو شکسته ای یا غم دیده ای یا تنهایی. این را میگن حفظ ناموس. یک زن برای ناموسش با تمام دنیا می جنگد، ولی در آخر بازم تهمت می بیند. این که خیلی سخت است. زن بودن در اصل خیلی سخت است.